حسابداری رو با این اصطلاحات شروع کن. اگه میخوای حسابدار بشی و کارفرمات بهت اعتماد بکنه، باید این اصطلاحات رو بلد باشی. مورد اول، دارایی‌های جاری. دارایی‌های جاری اونایی هستن که کمتر از یک سال قابلیت تبدیل شدن به نقدینگی رو دارن، مثل موجودی بانک، موجودی نقد و موجودی کار. مورد دوم، بدهی‌های جاری. بدهی‌های جاری اون بدهی‌هایی هستن که کمتر از یک سال باید تسویه بشن، مثل وام‌های پرداختنی کوتاه مدت. مورد سوم، هزینه‌های تحقق یافته. اون هزینه‌هایی هستن که واقعاً اتفاق افتادن و باید ثبت بشن. مورد چهارم، مالیات‌های علی الرأس. یعنی سازمان قبل از اینکه اسناد و مدارک بهش بفرستیم میتونه مالیات خودت رو حساب کنه و برآورد کنه. و اما مورد پنجم، سود عملیاتی. سود عملیاتی برای فعالیت‌های اصلی شرکت استفاده میشه.